به کانال حاله آرامش خوش اومدین. اگه فکر میکنی مدیتیشن سخته یا نمیدونی از کجا شروع کنی، با من همراه باش. یه جای آروم رو انتخاب کن، یه اتاق آروم و ساکت. صاف بشین، روی زمین یا روی صندلی. نیازی به پوزیشن های خاص مدیتیشن نیست. اگه روی صندلی نشستی، پاهاتو روی زمین قرار بده. ستون فقرات صاف و آروم باشه و حالت سفت و خشک نباشه. گردن در راستای ستون فقرات قرار بگیره و صورت و بدن حالت ریلکس و آروم داشته باشه. دستاتو میتونی روی زانوها یا رانها قرار بدی. معمولا تمرین مدیتیشن رو با چند تا نفس عمیق شروع میکنن. دم و بازدم. این یه مقدمه چینی برای شروع مدیتیشن هست که شما میخواین ذهنتون رو آماده کنین که از اتفاقات روزمره فاصله بگیرین، توجهتون رو بیارین روی نفس کشیدنتون و اون رو حس کنید. بعد از چند تا نفس عمیق شما شروع میکنین به تنفس عادی خودتون، ولی اون رو حس میکنید. یعنی ورود و خروج هوا رو حس میکنید. بعد از چند لحظه ممکنه که شما متوجه بشین که توجهتون دیگه به نفس کشیدن نیست و متوجه بشین که توجهتون رفته به یه فکری در گذشته یا در آینده. به محض اینکه متوجه شدین اون فکر رو رها کنید و برگردید به نفس کشیدنتون، یعنی به ورود و خروج هوا. این بار میتونی به دم و بازدم توجه کنی، جوری که هوا رو حس کنی کامل وارد میشه و خارج میشه. حتی شما میتونید به دمای هوا توجه کنید. اگر توجه کنین هوا موقع ورود سرد و موقع خروج گرمتر هست و اینو میتونین همینجور با خودتون تکرار کنید و تمرین کنید. فکر خواه‌ناخواه وارد ذهن میشه. هر موقع شما متوجهش شدین، اون لحظه یه لحظه خاص و یک لحظه طلایی محسوب میشه. همین که متوجهش شدین، دوباره برمیگردین به نفس کشیدن عادی خودتون و توجه و تمرکزتون رو میذارین روی نفس کشیدن. یعنی هر بار ممکنه شما توجهتون از روی نفس کشیدنتون بره به روی اون افکارتون. همین که متوجه شدین، این لحظه یه لحظه طلایی محسوب میشه. شما برگردین دوباره توجهتون رو بیارین روی نفس کشیدنتون و به اون ورود و خروج هوا توجه کنید. میتونید مدیتیشن رو کوتاه شروع کنین، روزانه 3 تا 5 دقیقه. مهم تداوم داشتن هست. مدت زمان الان مهم نیست، ولی بعد میتونید مدت زمانش رو هم بیشتر کنید. مدیتیشن یعنی تماس با اون بخش آروم و عمیق درونت و هر بار که مدیتیشن رو انجام میدی داری برمیگردی به درون خودت و این زیباترین هدیه‌ای هست که میتونی به روح خودت بدی. اگه دوست داشتی میتونی از ویدیوهای مدیتیشن همین کانال استفاده کنی.